به یاد فرزند عزیزم علیرضا. 1 سال از آن روز که فرزندم علیرضا به خواست خود ما را ترک کرد گذشت. یک مادران داغدار می دانند که مرگ فرزند زخمی به دل می نشاند که مرهمی ندارد. از دل مادران جگرگوشه دست داده تا آخر هستی خون می چکد و غمی بی صدا با آنان همراه است. اما باز می گویم نباید بشکنیم، باید کوه باشیم و بمانیم، رود باشیم و راه به دریا شتافتن را بیابیم. از سوی فرزندانم، نوه‌هایم، خودم، از همه هم‌میهنانی که چه از داخل چه از خارج ایران در طول سال گذشته با بیانی، نوشته‌ای، پیغامی، با برپا کردن یادبودی مهر و محبت خود را به ما ابراز داشتند، از صمیم قلب سپاسگزاری می‌کنم. آرزو دارم در آینده‌ای نه چندان دور ایرانی داشته باشیم که جوانانش دیگر نه از دشخیمی در خاک وطن بهراسند، نه در خارج از اندوه دوری میهن زجر بکشند. با ماست که فردای ایران را پر از امید و روشنایی بسازیم. فرح پهلوی، 3 ژانویه 2012. که همه ما از علیرضا قلی پور سپاسگزاری کنیم که سبب می شود که همه ما در اینجا جمع باشیم. آقای قلی پور اینجا فراوان به همه ما بها داد، اما بهای خودش بسیار فراوانتر و بیشتره، چرا که سبب این گرد آمدن و یادآوری ایران از اوست. بر تقدیر امید که بهروز و پیروز و تندرست باشد، شاد بزید، دیر بزید و ایران رو نگاهبان باشد. ایدالله. شاد روان شاپور علیرضا پهلوی یل ایران سپارش کرد، به نام اهورای ایران من، چو سوزانده شد جسم بی جان من، بریزید خاکسترم را عیان، به دریای زیبای مازندران. که هر موج آن بوسه ها برزند به خاک اهورای جاودان. که هر موج آن بوسه ها برزند به خاک اهورای جاودان. که ایران من جاودانی بود، روان من از آن بود شادمان. بریزید خاکسترم را عیان، به دریای زیبای مازندران. که هر موج آن بوسه ها برزند به خاک اهورای جاودان.
دوستان ایشون جناب کمالاتی هستند، نماینده با شرف مجلس ملی ایران و یکی از خدمتگزاران بزرگ در زمان پدر آریایی. من فراهم میکنی که البته بنده سنی ندارم، 90 پشت سر گذاشتم و با اشتیاق وطن پرستی و شاه دوستی و پهلویزم بودن ممکنه از فراموشی هایی داشته باشم. معمولا از رو نوشته نمی خونم. حالا یه یادداشتایی هم کردم که منو ببخشید اگر کمی از رو نوشته می خونم، بعدم درد دلی دارم براتون با هم من با همراهی یارانی که از لندن به همدلی با شما عزیزان آمده ایم درودها داریم به روان پاک شاهنشاهان ایران زمین رضا شاه کبیر و محمد رضا شاه پهلوی، همچنین درود و تسلیت داریم به پیشگاه مفخم شهبانوی گرامی فرح پهلوی و فرزند برومندشان شاهزاده رضا پهلوی که گذشت 1 سال از پرواز خودخواسته فرزند و برادر دلبندشان شاهزاده شادروان علیرضا نشسته‌اند و با استفاده از همین فرصت در همین مجلس مقدس تأیید همراهی و همگامی همه جانبه خود را با کلیه اقداماتی که شاهزاده رضا پهلوی برای نجات کشور و ملت ایران در پهنه سیاست جهانی امروز معمول می‌دارند ابراز می‌داریم. همچنین بر ماست که از برگزار کنندگان و برپادارندگان محترم این مجلس همدلی و همدردی و همپیمانی امتنان قلبی داشته باشیم. این انسان برجسته و نمونه هم از گزند مشکلات در امان نماند. دلم میخواد یه چند کلمه بگم راجع به ایشون صحبت. این شهبانوی والای ایران زمین میدونید که شهبانوی ایران به موجب یک ماده قانونی که مجلس مؤسسان آخرین مؤسسان سومین مجلس مؤسسان تصویب کرد که منم عضو اون مجلس بودم و افتخار دادم که به اون رأی بدم. به موجب این قانون شهبانوی ایران تا زمانی که ولایت عهد به سن قانونی نرسیدند که اداره کرده امور اداری مملکت رو به عهده بگیرن، شهبانوی مملکت به عنوان نایب السلطنه می توانند مدیریت مملکت رو به عهده داشته باشند. این یعنی چه؟ یعنی که زن می تواند پادشاه بشود در دوران باشید، از حقتون دفاع کنید، برخیزید، اینا رو بیرون کنید، حقوقی رو که پهلوی ها به شما داده با افتخار پس بگیرید. درود بر شما.
خانم آقایان محترم، اجازه بفرمایید که از سروری که اینجا صحبت فرمودن آقای رضا کمالاتی به عرضشون برسونم، چون که 100 آید 90 هم پیش باست. ملت ایران به امثال شما افتخار می‌کند، چون شما تاریخ متحرک ایران هستید. یادم میاد که دیشب به عللی با آقای دکتر علیرضا افشار که در اینجا من افتخار داشتم در سفارت وابسته نظامی بودم اینجا، در مورد حضور آقای کمالاتی صحبت کردم، درود فراوان خدمتشون فرستادم. ایشون مطالبی رو فرمودم که من برام قابل تقدیر و تقدیس، چون تحت احساساتم قرار گرفتم. اجازه بفرمایید که قبل از هر چیزی به بزرگ شهبانوی ایران زمین اولیا حضرت ملکه فرح پهلوی این دومین سال سوگروز رو تهنیت و تسلیت عرض بکنم، برای اینکه داغ مادر اون چیزی که اگر بر جگر نشیند هیچ وقت از بین نمی رود. ما در ایران شاهنشاهی مادران داغ دیده فراوانی داریم، مثل ندا آقا سلطان و اون آقای اعرابی که درست اسم اولش یادم نیست، سهراب. اینها بودن که سازندگان آینده این کشور شاهنشاهی بودند، یعنی مردان